شخصی که مینوش هست در حالت مستی خیر میکند، خیرش قبول میشود یا نه؟ یعنی یک آدم مست و خیر میکنه، آیا خیر او قبول میشود یا نمیشود؟ برادران عزیز و گرامی، از باب عقیده یک چیز باید ما دانیم که البته مقصد نفری که می مینوشد او مرتکب گناه کبیره شده است، یعنی گناهگار است، به خاطری که وای از حرامی که الله در قرآن انما الخمر مقصد رجس من عمل شیطان میگه که در آیه چند چیزی را که الله مهربان پلید میگه، حرام میگه، همچنان نوشیدن یعنی می هم از زمره حرام کرده ها هست و گناهگار است. لیکن مادام وقتی خیر میکنه و احسان میکنه، خیر احسان او را الله قبول میکنه. در او حالت و مقصد بگیم اگر همون نوشیده هم باشد، گناهگار هم که باشد، لیکن او را ما مقصد از دایره دین ایمان خارج کردن در حق نداریم. زیرا آدمی که مرتکب گناه کبیره شد، به سبب گناه کبیره را مبتلا شدنش و از دین و از ایمان خارج نمی شود تا زمانی که او را حلال نشماره. برای این اولا ما دعا میکنیم که همین خیر نفری که دستی به خیر دارد، خداوند اولا از این راهی بعد، از این کاری بعد خدای مهربان توفیقش کرد که باز بگردد و الله مهربان انشاءالله گمان همه که وقتی این آدم دستی به خیر داشته باشد، خدا خواهد من بعد ای از الله امید هست دعا کنیم که خداوند توفیقش دهد. لیکن قبول و ناقبولش نزد الله مهربان است. هیچ کس نمیداند که همین خیرهایی را که آدمای هوشیار حتی میکنن و یا الله قبول کرد یا نه، اگر تا از روی اخلاص نباشد. هر کاری را که برادر عزیز ما اگر از روی اخلاص نکنیم، به خاطر الله نکنیم، اگر نوشیدگی هم که نباشیم، خیر کنیم و به خاطر آنه که بگم فلانی مقصد بسیار سخیه، خیرم کنم به خاطر که مرا تعریف کنن، خیرم کنم و بگیم که مردم که مثال مردم ده همه ده بگیم که فلانی همین قدر مبلغش خیر کرده است، این خیرهای ما شما قبول نمیشود. برای هر یک خیر میکنیم، هر عبادت میکنیم، مخصوص به خاطر الله کردن در کار برادر عزیز. و الا مبلغش نوابسته، اگر میلیون که در راه الله بتی و مقصدت به خاطر خدا نباشد، الله وای قبول نمیکنه. استاد آیا گذاشتن اسم حیات جایزه؟ جایزه. بابای حاجی 4 ماه پیش برادرم از دنیا گذشت. بسیار خدمتش کردم. او از من بسیار راضی بود. وقتی آخر با او گفتم که دیگر زورم نمیرسه، بیا ماشینت را میفروشین، سلامتیت که خوب شد با ماشین میخری. او از من سخت ملال شد. استاد 4 ماه میشود که من به خود نامدم. آیا من در نزد خدا گناهگار شدم؟ در حق برادرم دعا کنید. خداوند برادرتان رحمت و مغفرت کند. شما مقصد از امکانیت خودتان گفتین، اکنون ملالی او مقصد با یگان گناهگار شدن خودت بردگی نیست. برای همین یعنی شما در این کار گناهگار نشیدین، خدمت‌های کردین، پیش الله پاداش گرفتین. خفگی و ملالی که کرده است مقصد این با عیب خودش و با کمبود خودشه. خداوند رحمت و مغفرت کند. شما یگان گناهگاری در اینجا ندارید. نماز بامداد قضا شود باید در کدام وقت خونی قبول می شود؟ وقتی نماز بامداد برادر عزیز ما و شما قضا کردیم، خواستیم که مقصد دیر شده است، همین آفتاب که برآمد ما هر دوش می خونیم، هم سنت شه هم فرض شه. نه قضایی نیت میکنیم نه وقتی. نیت کردن بگذارم 2 رکعت سنتی بامداد، الله اکبر. نیت کردن 2 رکعت فرضی بامداد، الله اکبر. تمام نیت میکنیم، نمازمون رو میخونیم.